سلام دوستان، خوبین؟ امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. اومدیم امروز ماینکرافت، اما نه هر ماینکرافتی، ماینکرافت پوجا بلانچر یا همون ماینکرافت نسخه کامپیوتر. بچه اومدیم ما برای اولین بار روی گوشی تستش کنیم و چست. خب بچه و اینکه ببینید چجوریه، برای من خیلی باگ داره. خب بچه حتما لایک، فالو، کامنت فراموش نشه تا من زودتر ویدیو بذارم. حتما لایک کنید حتما. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اصلا ببینید چقدر لگ داره، اصلا بالا نمیاره. نکن دیگه یه چیزی میکنم. ای بابا خیلی لگ داره. یه دقیقه وایسا برم تو تنظیمات. بچه نسخه‌شم فارسی کردم که اینا که تا آخر کمن. میپ مپ نمیدونم چه شانس حمله نوار. چقدر کوچیکه اینا. استفاده از ویسکی که ویسبوس ولش کن، اصلا ولش کن. ببینیم چی میدهد. من حوصله ندارم بازش کنم. به 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 به. اینا رو میدیم بالا، یه دونه این یه دونه این. غذا رو میدیم پایین، چوب و بازم چوب. بله برو پایین، تو برو پایین. سلام، خوبی؟ ای وای به طرز عجیبی مرد. بچه من نمیدونم هدفم چیه که اومدم این بازی هنگدار هنگدار خوب بازی کنم. خیلی هنگ داره. بچه من بکنم کلا دیگه بازیم ارور میده. نگاه کنین. دیدین اصلا ارور داد. چه اروری. من نمیتونم این درد رو تحمل کنم. وای خدا، من چرا اصلا اومدم این بازی؟ میرفتم بازی خودم رو بازی میکردم، خیلی بهتر از اینا بود. بچه راستی من گفتم حتما بعد بازی رفت از این نسخه میذارم که متاسفانه بدجور پشیمون شدم. بیا به غذا نیاز دارم عزیزم، بنجیگن منات بریزم. ای جان اولین کامنت. بچه اسم این سیو چی بذاریم؟ اگه گیمری کامنت بذار، چون من خودم گیمرم. اصلا چه ربطی داشت؟ اولین تختمون رو ساختیم. بچه انگار یکم زیادی دیر شب میشه. کنده شو ایول. خب بریم. چقدر گوسفند اینجاست. گوسفند نچرال هم هست. آخه تو سیاه همه اونا سفیدن. خب بیا من تو رو میکشم، مشکل تو حل میکنم.
فقط باید یکی از شما تو این دنیا باشه. من چقدر بدم. بمیر بمیر. نه بچه‌ها، من یه خونه خیلی زشت کوچولو و زیبا ساختم و بچه‌ها من حتما بعد این ویدیو آموزششو میذارم که چطوری بتونین برین کسایی که بلد نیستن این بازی رو دانلود کنن. کسایی که کامپیوتر، البته من دارم کامپیوترها، ولی بعضیا که ندارن میتونن. نساز من چی کار دارم میکنم. خب کسایی که کامپیوتر ندارن و دلشون میخواد ماینکرافت و نسخه میتونن کسایی که دوباره بگم کسایی که کامپیوتر ندارن دلشون میخواد ماینکرافت و نسخه کامپیوتر رو داشته باشن. حالا من دارم با موس بازی میکنم. خودش بچه نگاه کنیم جای موس داره، نگاه کنیم اینطوری. مثلا میتونیم اینو باش برداریم بزنیم رو اینجا. حالا بیخیال من از این استفاده نمی کنم. خونه رو که ساختم بنا فاصله از این مپ در میام و 1 سال دیگه پارتش میذارم. چون من خیلی از این بازی بدم میاد. من رو کامپیوتر دارمش، متاسفانه به یه مشکل بد برخوردم که نمیتونم تو کامپیوترم ویدیو بذارم و چرا ساخته نمیشه این خونه؟ من از این لگن فرار کنم. حتی یه روزم نگذشته من دارم از اینجا میرم. و اینکه بچه من قرار برم یه شهر دیگه، شاید نتونم زیاد براتون ویدیو بذارم ولی تمام سعیمو میکنم که شما رو خوشحال کنم. من یه مریضی بد گرفتم که متاسفانه کم میتونم ویدیو بذارم. سرماخوردگی اینا نیست، یه چیز دیگه است. حالا خونه رو میسازیم، آموزشش رو میدیم و تمام. باهاتون خداحافظی میکنم. البته نه اون خداحافظی، چند تا ویدیو قبلا گرفتم قرار همین الان بذارم. البته شاید قبل این ویدیو اون چیزایی که گرفتم رو بذارم. حالا به هر حال من نمیدونم. من نمیدونم قرار چه اتفاقی بیفته. این سقفش هم میذاریم و خب یه چست درست میکنیم به همین گونه. تمام وسایلمون رو میذاریم توش تا وقتی که مردیم. پارت بعد حداقل تخت خوابم بزنم روش چند تا. خب بچه‌ها خیلی ازتون ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. من واقعا ازتون تشکر میکنم. شما خیلی آدمای خوبی هستین و امیدوارم هر جا که هستین سلامت و خوشحال باشین. بچه‌ها بریم سراغ آموزش، چون برای کسایی که بلد نیستن میخوام آموزش بذارم. اینو گفتم من دیگه. بچه‌ها اگه تونستین بهم بگین چطور اسکین بذارم، من بلد نیستم. ممنون میشم، خیلی ممنون. بریم سراغ ویدیو. البته الان ما داریم ویدیو میگیریم، نمیخوام بریم سراغ ویدیو، بریم سراغ آموزش. بله خب بچه‌ها، اولین آموزش پوجاو لانچر که الان یه دقیقه وایسین. خب بچه‌ها میرین تو گوگل یا بازار سرچ میکنین دانلود پوجاو لانچر. حالا من حوصله ندارم به خارجی بنویسم. اینو که میزنیم سرچ میکنیم
البته این کانال من نیست، کانال برادرمم. حتما فالوش کنین. اسمش هم محمد نقطه 8890. خب بچه ها، این برای برنامه بازار. حالا ما بازار رو سر نداریم. اینجا زده دانلود پوجاو لانچر 2023. پوجاو لانچر برای اندروید. میزنین روش و چنین صفحه براتون بالا میاره. خب ما میریم پایین. بچه ها نگاه کن بچه ها نگاه کنید. این عکس برنامه پوجاو لانچره. مثلا میخواید برید دانلود کنید، دیگه یادتون نره که همچین عکسی داره. مثلا یه چیز دیگه رو دانلود کنید که نتتون رو هدر بدین. میذاریم دانلود بدین که مستقیم اینجا میاره دانلود فایل نسبی جدید بازی 110 مگابایت. دانلود نسخه قدیمیشو بچه دانلود نکنیم چون خیلی نسخه های جدید رو نداره. الان این نسخه چطوری بگم، نسخه 110 مگابایتیش که فکر کنم نسخه چنده زده، کم حجم با اجرای سری. این قابلیتاشه: شبیه سازی نسبتا متفاوت به نسخه اندرویدی، اجرای و شبیه سازی ماینکرافت جاوا کامپیوتر در موبایل و غیره. بچه ها وقتی که اینو دانلود کردین یه همچین برنامه براتون میاد و داره ویدیو میگیره. آره، و میزنین روی این برنامه. حالا ما میزنیم خروج از بازی. دوباره میریم داخلش. بچه نگاه کنیم وقتی میرین داخل یه همچین صفحه میاد. برای مثال ما مثلا نسخمون، نگاه کنیم بچه وایسا با یه همچین چیز مواجه میشین. حالا من پاک میکنم، دوباره دانلود میکنم تا بهتون خوب آموزش بدم. نه ولش کن، اکانتم میپره. خب وقتی میزنین رو علامت مداده، اینا رو هم اینو آخری رو روی این بذارین، این هم روی این بذارین. روی این 1.8.0 بذارین. باید نسخه 1.18 رو حتما دانلود کنین. شاید رو گوشیتون نکشه، گوشیتون خراب کنه، ویروسه. اینا هم حالا مهم نیست. و این بچه ها من نسخه 1.12 1.17 رو داشتم برای اینکه بتونم چیز کنم. حالا شما حتما نمیخواد، نگاه کن نسخه 1.21 همون 110 مگابایتیه که براتون گفتم اونو دانلود کنید. و مثلا من الان میزنم نسخه، وایسی نسخه رو پیدا کنم. من میزنم نسخه 1.14 مثلا. بزنم نسخه. و اینکه بچه ها وقتی اینو زدین حتما بزنید ریلیز. آره، اسنپ شات و اینا به تای قدیمی و اینا رو ول کنین. فقط بزنید رو این که نسخه رو میزنیم 1.14. بزنید ذخیره یه همچین چیزی. میزنیم شروع بازی. اینجاها دانلود میشه. اینو بزنین که براتون بیاره داره دانلود میشه. الان برای من دانلود شد. چقدر زود. بچه ها دیگه جایی میاد وقتی اینو میزنین که بالا میزنی شما میخوای اکانت بسازین، اکانت آنلاین، یا پایین
آفلاین بازی کنید سینگل پلیر، شما بزنید پایین، وقتی ایمیل میخواد ایمیل نزنین، اسمتون رو بزنین بدون فاصله، یعنی فاصله نذارین. وقتی که یه همچین صفحه اومد، مثلا فکر نکنین ماینکرافت نمیاره این چیزا اومده فکر میکنین برای تنظیماته، اینا تنظیمات نیست. در واقع اگه یکم صبر کنین ماینکرافت نسخه حالا که میخواین رو میاره. خب بچه‌ها، حالا برای اعتمادتون میریم یکم بازی میکنیم. نه ولش کن دیگه، بازی چیه. تو ویدیوی بعدی نمیدونم چه کار کنم. تو ویدیو بعدی هم ماینکرافت بچه خداییش یکیتون کامنت بذاره بیاد با من یه ویدیو بگیره. کسی که میتونه سرور بزنه تو، فرقی نمیکنه حالا یا مثلا توی نسخه اندروید یا پوجاو لانچر همین بازی که ما داریم. بچه حالا اگه تونستین رفتم بازی کنین که من الان ویدیوشو گرفتم، دقیقا بعد رفت این ویدیو رو گرفتم. خب وای میستیم تا بیاره. بچه ها شما سعی کنین تنظیمات بازیتون الان میتونه نشون میدم. وایسین چرا نمیاره این لاک پشت؟ خب بچه ها الان نسخه 1.14 رو آورد و من پدرم در اومد تا این بیاره. من این گوشی اصلی خودم نیست، یکم ضعیفه. خب بچه ها اولی زده 1 نفره، دومی زده چند نفره. من یه مپ دارم اینجا که الان در حال پینگ کردنم. اتصال برقرار نشد. آها پینگ خیلی ضعیفه. خب بچه شما خواستین چند نفر ماینکرافته بیخیال. خب بچه برای شما شاید خارج، اگه میخواین ایرانیش کنین برین تو این گزینه، وقتی ماینکرافت رو دانلود کردین اینجا یه گزینه است. حالا اگه خارجی بلد نیستین اینجا میزنه زبان، این 1 2 3 میزنه زبان، میزنین رو زبان. من الان گذاشتم رو فارسی ایران. وقتی زبانتون رو انتخاب کردین، مثلا من میزنم این، میزنم انجام. وقتی زبان رو انتخاب کردین میزنین انجام و دوباره لود میشه بازی و چیزی که زبانی که انتخاب کردین رو میاره. خب بچه ها برای اینکه بازیتون کمتر باگ بگیره، برای من که خیلی باگ داشت، میزنین رو اینجاها، اولش ولی داره VLE، میزنین اینجا زده بارگذاری فاصله برای شما 8، اینم کلا مکس نامحدود. بعد شما اگه گوشی قوی دارین میذارینش رو مثلا 120 100. اگه گوشیتون خیلی ضعیفه بزنینش رو آخر. اینم بارگذاری فاصله است، یعنی چقدر از راه دور نشون میده. من تو گوشی خودم این روی 16، اینم روی نامحدوده. حالا اگه گوشی ضعیفی دارین این رو حد اکثرش بذارین رو 4 تکه. اینم بذارین روی مثلا گوشی G5 دارین، نه G5 خیلی اصلا نمیشه. مثلا اگه شیائومی دارین اینا رو تا آخر ببرین، مشکلی نداره ولی یکم هنگ میکنه، فقط هنگ. ولی اگه گوشیتون ضعیفتر از این حرف هست بزنین روی 50 روی 4 دیگه. خب بچه ها تمام صفحه اینا رو بخونیم. کنترل ها، راستی بچه ها اگه میخواین ماینکرافت رو
ماینکرافت همین پوجاب لانچر همین نسخه ای که من دارم 2 نفره میخواین بازیش کنین، مثلا من 2 تا گوشی دارم، میخوام 2 نفره